من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ما عبور دادیم بنی اسرائیل را از دریا اینا گذشتن. فاتوا علی قوم الان ناسپاسی بنی اسرائیل را ببین چقدر این قوم ناشاکر است. قبلا هم به اون بدبختی که گرفتار شد به عذاب فرعون گرفتار شد به خاطر عملکرد سوء خودشون بود و الا بعد از یوسف که جد اونها بود برادران یوسف بعد از یعقوب که اینا در مصر آمدند اینا عزت داشتند مردم به دید خوب نگاه میکردن اینها را چون اینها از قوم یوسف بودند. یوسف پیغمبر محبوب خدا احسان داشت بر اهل مصر اهل مصر او را دوست داشتند اما اینها بر اون اخلاق یوسف نبودند بر رفتار یوسف نبودند بر روش و منش یوسف نبودند. اینا عیاشی میکردند تمرد میکردند سرکشی میکردند گناه و فساد میکردند از چشمها افتادن آخر مردم اینا را به بردگی و به غلامی گرفتند بس عملکرد خودشون بود. اینجا ببین خدا این همه عزت داده تو را از دست فرعون نجات داده و با موسی از دریا عبور داده الان داره میره به طرف ملک شام به طرف عزت به طرف تشکیل حکومت از همین جا ناشاکری را شروع میکنه. یک قومی را میبینند که اینها یه جای نشستن یه معبدی دارند عبادت خانه‌ای دارند و بتی دارند عبادت میکنند بتشون وسط گذاشته. مفسرین نوشتن که این بت به شکل گوساله بود از همین جا گوساله و محبت گوساله در دلشون جا گرفت که بعدا سامری اون کار را کرد و اشرب فی قلوبهم العجل. قرآن میگه که در دلشان محبت گوساله جا گرفت از همین بود. لذا اینا چی گفتن به موسی؟ گفتن موسی ببین اونا چطور قشنگ خدایشون وسطشون هست خودشون دور و برشون هستن دارن عبادت میکنن برای ما هم همینطور چیز درست کن که خدای باشد در وسط ما باشد عبادت کنیم. این اولین ناسپاسی بود. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر زمانی که از دریا عبور کردند فاتوا علی قوم آمدن بر قومی که یعکفون علی اصنام لهم آنها معتکف بودند یعنی جمع بودند و نشسته بودند بر بتهای مال آنان بود. اینا که دیدند اون بتها را قالوا یا موسی اجعل لنا الها ای موسی قرار بده برای ما معبودی یعنی یک مجسمه کما لهم آلهه چنانچه برای آنان مجسمه و معبود هست. موسی گفت واقعا شما احمقید. قال انکم قوم تجهلون همانا شما قوم جاهلی هستید نادانی. خدا در دل شما توحید گذاشته بت دیدی به طرف بت پرستی علاقمندی. ان هؤلاء متبر ما هم فی الله می فرماید همانا این قوم نابود میشه با اون چه که در او هست.
اینا با همه خدایان خودشون و با همه معبدهایشون نابود میشند. و باطل ما كانوا یعملون، این عملی که آنها انجام میدن عملشون باطله، عملشون پوچه، بی ارزشه. قال اغیر الله، الله می فرماید موسی به آنان گفت آیا غیر از خدا ابغیکم الها، برای شما من الهی طلب کنم؟ به غیر از الله من الهی دیگر برای شما تلاش کنم، در حالی که الله چقدر شما را عزت داد. و هو فضلکم علی العالمین، اون ذات فضیلت داد شما را بر عالمیان، بر جهانیان. و باز الله تعالی در تایید موسی علیه السلام می فرماید ای بنی اسرائیل ناسپاس، ای بنی اسرائیل ناشاکر، من شما را نجات ندادم از دست فرعون؟ چه ستمی، چه ظلمی بر شما بود. الان باید در عوض اون نعمتها، اون احسانات، به جای سپاسگزاری بیاید شرک کنید، بیایید با من شریک قرار بدهید. چه ظلمی بزرگی، چه ستم بزرگی. و اذ انجیناکم من آل فرعون، زمانی که من نجات دادم، ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، با فرعون، از آل فرعون شما را نجات دادیم. اونو چیکار میکرد شما را؟ یسومونکم سوء العذاب، میچشانید شما را عذاب بد، بدترین عذاب را به شما میداد. چه عذابی میداد؟ یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اولاد شما را میکشتند، دختران شما را زنده نگه میداشتند. این دو عذاب است، یکی بچه ها را، مردها را کشتن، زنها را نگه داشتن. برای کسانی که غیرت دارند، حیا دارند، این عذاب دوم از اولی سخت‌تر است، که انسان بمیرد ناموسش به دست دیگران بماند. لذا اینها از زنهای بنی اسرائیل کار می گرفتند، کنیز خود قرار می دادند. بسیاری از افراد از وقتی که می بینند در خطر دشمن هستند، اول زن خودشون را خودشون می کشند که بعد از کشتن ما به دست دشمن نیفتد. لذا الله می فرماید چه ستمی بر شما می کرد. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این ما قبلا خواندیم بلا دو معنا داره، یکی امتحان، یکی نعمت. در عذاب دادن او امتحان بزرگی از جانب رب بود که شما را چی میکرد؟ عذاب میداد، شما را میکشت، دختران شما را میگذاشت. یا اینکه و فی ذالکم، در این نجات، بلاء من ربکم عظیم، یعنی نعمت عظیمی بود. خدا بر شما این همه لطف کرد، این همه احسان کرد، الان میخواهید بری بتی را عبادت کنید؟ چقدر شما ناشاکرید، چقدر شما ناسپاسید. لذا این اولین ناسپاسی یهودی ها بود. بعد از این ادامه دارد که اینها با موسی چی کردند و چگونه دل موسی را پرخون کردند. امروز هم بدترین انسانهای روی زمین همین یهودند، همین بنی اسرائیل، اونهایی که به خود هم رحم نکردند، به پیامبران خودشون هم رحم نکردند. لذا امروز از اینها هیچ انتظار خوبی نباید داشت. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. آنچه که در آیات گذشته خواندیم، بعد از تمرد و سرکشی های متعدد و فراوان، خدای تعالی فرعون را و آل فرعون را، لشکریان فرعون را غرق کرد و نابود کرد، بنی اسرائیل را نجات داد.
موسی علیه السلام اکنون سر و کارش با امت اجابت است. قبلا فرعون بود، امت دعوت بود، حال امت اجابت، که متاسفانه امت اجابت هم کوتاهی زیاد داشت، ضعف و مشکل زیاد داشت. اولینش را در درس دیروز خواندیم. به محض اینکه یک قومی را دیدند، قوم بتپرستی را دیدند که دارند گوساله را می پرستند، اینها علاقمند شدند که برای ما هم مثل اینها خدایی باشد که ما بپرستیم. از موسی تقاضا کردند اجعل لنا الها کما لهم آلهه. موسی علیه السلام سرزنش و توبیخ کرد و فرمود اینها هلاک میشند، اینها را خدای عزوجل مؤاخذه می کند و اینها به خاطر این عمل شرکشان مورد قهر و خشم خدای تعالی هستند. حال موسی علیه السلام بناست که بره کتاب خدا را و تورات را تحویل بگیرد. خدای تعالی وعده داده بود قبلا که من دشمن شما را هلاک می کنم، از بین می برم، شما را از دشمن نجات می دهم و بعدا به شما کتابی می دهم. لذا بعد از اینکه اینها از دریای سرخ، از دریای قلزم رد شدند به طرف صحرای سینا، که این صحرا را صحرای عرب هم میگویند، به طرف صحرای سینا رفتند و در صحرای سینا وقتی که پا گذاشتم، صحرای سینا صحرای بسیار طویل و عریض هست، بیابانی هست، اونجا هیچی نیست، نه آبی نه علفی، تا به امروز یک صحرای خشک و خالی هست. اونجا بنی اسرائیل بر موسی منت گذاشتند، گفتند موسی اینجا نه آب داریم، نه غذا داریم، نه خانه داریم، نه سایه داریم، چطور اینجا زندگی بکنیم؟ از صحرای سینا بنا بود که عبور بکنند، بروند به طرف شام. لذا موسی علیه السلام از خدای عزوجل آب خواست. در سوره بقره خواندیم اذ استسقى موسی لقومه. موسی در اینجا هم امروز هم ان شاء الله اگر برسیم به اونجا میخوانیم که موسی آب خواست. ببینید در این صحرا خدای عزوجل چقدر بر اینها لطف کرد، ولی مع الاسف این قوم ناسپاسی بود. جواب این همه احسانات و لطف خدا را اینها ندادند، خدا را با اخلاص عبادت نکردند. خدای عزوجل دستور داد که فاضرب بعصاک الحجر، ای موسی با عصایت به سنگ بزن. سنگ را زد، فانبجست منه 12 عینا، 12 تا چشمه که 12 تیره بودند. فرزندان یعقوب، اسرائیل همون یعقوب هست، بنی اسرائیل به خاطر اینکه فرزندان یعقوبند 12 تا بودند، اینا از 12 تیره بودند. خدای عزوجل برای همه از این سنگ یک چشمه بیرون کرد. و این سنگ کدوم سنگ بود؟ والله اعلم. بعضی میگن این همون سنگی هست که لباسهای موسی علیه السلام را برد. موسی علیه السلام دنبالش گریخت و خدای عزوجل گفت این سنگ را بردار، این سنگ به دردت میخوره. بعضی میگن سنگ دیگری بود. خلاصه مفسرین نوشتن این سنگ بعد از اون همراهشون بود. هر جا می رفتند نیاز به آب داشتند، سنگ را می گذاشتند، خدای تعالی از درون سنگ آب می داد. این اولین لطف خدای عزوجل. و بعد گفتن سایه نداریم، گرم هست. الله ابری را مأموریت داد که با این قوم همراه بشه. و ظللنا علیهم الغمام، ابر را بر اونها سایه افکندیم. قرآن میگه
که هر جا می رفتن سایه همراه بود، سایه بسیار خنکی بود و هوای بسیار زیبا و تمیزی بود که بنی اسرائیل داشتند. خوراک نداشتند. و انزلنا علیهم المن و السلوى، بعد از ابر الله می فرماید بر آنان من و سلوا که دو نوع غذا هست. من شیر مانندی هست، شیر مانندی که بر درختان صبح به صبح می روید و درست می شد، اینا استفاده می کردن، بسیار غذای لذیذی. و سلوا پرنده‌ای بود، پرنده‌ای شبیه بلدرچین یا کبک، به این مایه و به این اندازه پرنده‌ای بود. اینها هر روز به اندازه نیاز خودشون استفاده می کردن. لذا این در صحرای سینا بود. صحرای سینا رو به روی کوه تور الله تعالی به موسی دستور داد که قوم را اونجا بذار، خودت بیا به تور، به خاطر دریافت شریعت، دریافت کتاب، دریافت آیین‌نامه زندگی تورات. بیا و قوم را بگذار. موسی علیه السلام در این همه ناز و نعمت، آب فراوانی الله عزوجل بهشون داد، سایه رحمت خدا بر اونها بود، من و سلوا بود. گفتند شما اینجا بمانید، من پیش خدای عزوجل میروم. و خداوند 30 روز با موسی علیه السلام وعده کرد که 30 روز باید بمانی اینجا. موسی علیه السلام رفت تا 30 روز روزه بود. مفسرین گفتن که در این 30 روز روزه بود و معلوم میشه که روزه با وحی الهی ارتباط دارد، چون خدای عزوجل به موسی دستور داد که روزه بگیر و بعد از روزه خدای تعالی تورات را بهش داد. قرآن مجید هم در ماه روزه، در ماه رمضان نازل شد. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. لذا روزه گرفتن، ریاضت، نخوردن ننوشیدن به خاطر خدا و این عبادت با وحی یک ارتباط تنگاتنگی دارد. موسی علیه السلام 30 روز روزه گرفت و 30 روز ماند. اینجا هست و اتممناها ب10، ما با 10 روز دیگه تکمیلش کردیم. باز هم مفسرین نوشتند که بعد از 30 روز موسی علیه السلام احساس کرد به دلیل روزه طولانی یه تعفنی، یه بوی کریهی و بوی ناپسندی در دهانش هست به خاطر خشکی معده، خالی بودن معده. لذا موسی علیه السلام مسواکی پیدا کرد و دهانش را تمیز کرد. الله عزوجل فرمود که نباید شما این کار را می کردید، لذا دستور داد که 10 روز دیگه اضافه بکن. 10 روز دیگه موسی علیه السلام اضافه کرد. گرچه ما امت ما و شریعت ما در احکام و در فروع فرق داریم، برای ما بهتر اینه که ما مسواک استفاده بکنیم، با وجودی که ما روزه هستیم، دندانها را، دهان را تمیز بکنیم. اما اون یک بویی که بیشتر عصرها به خاطر خالی بودن معده هست، اون بو را در حدیث شریف آمده که لخلوف فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک، او کما قال علیه السلام. اون بوی کریه و بوی بد دهان روزدار پیش الله عزوجل از ریح و از بوی مسک هم زیباتر و بهتر است. خدای عزوجل فوق العاده میپسندد. اما به خاطر اینکه ما یک امت اجتماعی هستیم، باید در معاشره باشیم، به خاطر رعایت حال کسانی که با ما زندگی میکنند، در کنار ما هستند، در صف نماز متصل ما هستند، به خاطر اونها ما تمیز میکنیم. و الا این بو پیش الله عزوجل بسیار محبوبیت دارد.
ابتدا این آیه که الله تعالی می فرماید ما با موسی وعده کردیم، الله می فرماید و واعدنا موسی 30 لیلة، ما با موسی وعده کردیم 30 شب، و اتممناها ب10 و تکمیل کردیم آن را با 10 شب دیگر، فتم میقات ربه 40 لیله، میقات و موعد پروردگار تکمیل شد 40 شب. 40 شب موسی ماند. و قال موسی، این خلاصش هست، تفصیلش قبل از این که بره، قبل از رفتن موسی میگه به برادرش و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، به برادرش میگه هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم، پشت سر من در قوم را ارشاد کن، راهنمایی کن، مبادا به سوی گمراهی برود. سبحان الله، انبیا مثل یک چوپانی که چگونه چوپان از گوسفندان محافظت می کند، 24 ساعت با عصا بالای سرشون هست که این گوسفندان این طرف اون طرف متفرق نشوند، به طرف هلاکت و به طرف نابودی نروند، به طرف خطر نروند. انبیا چنان محافظ هستند و تا اینکه مدت غایب می شوند کسانی را سفارش می کنند، دعات دین، دعوتگران دین، علما، دلسوزان و خیرخواهان باید اینگونه باشند، همیشه به فکر مردم باشند، مبادا دین مردم خراب نشه، دنیای مردم خراب نشه، همیشه باید خودشون را محافظ بدانند. به همین خاطر بزرگان ما مردم می خوابیدند، اونها تا صبح می نشستند و مسائل مردم را پیگیری می کردند. امام محمد رحمه الله شب تا صبح مسائل استنباط می کرد و عبادت می کرد. گفتند امام چرا لحظه‌ای نمی خوابی؟ گفت مردم همه خوابند، من هم بخوابم. خودش را چوپان مردم می دانست، اون وقت که به فکر این مردم باشد. لذا باید چنان دلسوزی باشد که موسی علیه السلام دارد که به هارون میگه اخلفنی فی قومی، در قوم من خلیفه من باش و اصلح، به اصلاح ادامه بده، کار اصلاحی بکن، سعی بکن همیشه مردم به سوی عبادت، طاعت، ذکر، یاد خدا بار بار یادآوری کن. بعضی وقت مردم ناراحت میشن، میگن چرا اینقدر تبلیغ، چرا بار بار، چرا هر نماز؟ ولی باید بار بار یادآوری کرد، بار بار گفت تا فراموش نکند کسی. تذکر خوبه، و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی هم خبر داشت در این قوم مفسدین هستند، به هارون گفت ببین راه مفسدین را نبری، دنبال نکنی، پیگیری نکنی. خود موسی علیه السلام اونجا رفت، اونجا اتفاق دیگری برای موسی افتاد. اون چی بود؟ ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، زمانی که موسی رفت برای میقات، موعدی که با رب، با ما کرده بود، الله می فرماید با خدا داشت. و کلمه ربه، الله عزوجل در اون موعد با موسی کلام کرد، با موسی سخن گفت. کلام رب العالمین کیفیتش را الله بداند، چنان شیرین بود، چنان لذت بخش بود و چنان موسی را به وجد در آورد که موسی علاقمند شد یک قدم جلوتر بره. گفت خدایا اگر ممکن هست به من نشان بده خودت را، میخواهم ببینم. مشتاق دیدار شد، علاقمند زیارت ربش شد. قال رب ارنی انظر الیک، ای رب به من نشان بده، من ببینم تو را، تماشا کنم تو را چگونه هستی. الله فرمود قال لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ممکن نیست در این دنیا منو ببینی. ولكن انظر الى الجبل، اما نگاه بکن به اون کوه، نگاه کن. اشاره کرد به کوه کوچکی که در کنار تور بود. به اون کوه نگاه کن. فان استقر مکانه، من ذره از جلال بر اون می اندازم. اگر اون کوه به جای خودش استقرار یافت، اون کوه توانست تاب بیاره، فسوف ترانی، تو هم ان قریب مرا می بینی.
الله عزوجل جلوه کوچکی از جلال، نه اینکه خود خدا را ببیند، جلوه کوچکی از جلال بر کوه انداخت، بر کوه القا کرد. کوه تکه تکه شد، کوه نتوانست تحمل کند، نتوانست تاب بیارد. الله می فرماید فلما تجلی ربه للجبل، زمانی که تجلی فرمود رب برای کوه، جعله دکا و خر موسی صعقا، اون کوه را تکه تکه کرد، ریزه ریزه کرد. موسی هم اینجا افتاد صعقا، بیهوش شد، از حال رفت. سبحان الله، الله بهتر میداند چه جلالی بود، چه عظمتی بود. فلما افاق، زمانی که موسی افاقه کرد، زمانی که بهوش آمد، قال سبحانك تبت الیک، تو پاکی خدایا، من به تو رجوع کردم، من توبه کردم از این خواسته ای که مطرح کردم، دیگه مطرح نمی کنم. و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم. خب موسی از قبل مؤمن بود، اولین مؤمن هستم به لن ترانی. اینه بنویسن طلاب، به لن ترانی، به این که خدا گفت مرا نمی بینی، من اولین کسی هستم که ایمان دارم که واقعا در دنیا نمیشه تو را دید. اینجا من در پرانتزی مطلب کوتاهی را عرض کنم، بعد جلوتر انشاءالله میریم. اون اینه که آیا دیدار الهی ممکن هست یا نه؟ بسیاری از گروه‌های اسلامی مثل معتزله، خوارج، روافض، اینا معتقدند که خدا را نمیشه دید، نه در این دنیا نه در اون دنیا. دلیلش همینه، یکی از دلایل همینه که قابل رؤیت نیست. دوم اینکه اگر خدا را ببینیم باید یک جهتی باشد، یک سمت و سوی باشد، بگیم این جهت نگاه بکن. لازم میآید برای خدای عزوجل جهت، شرق، غرب، چپ، راست، بالا، پایین، در حالی که خداوند از جهات پاک است، از حد و محدودیت پاک است. بنابراین خدای تعالی قابل رؤیت نیست. اما ما اهل سنت و جماعت معتقد هستیم که دیدار خدای عزوجل در دنیا نیست، ممکن نیست، با توجه به ظرفیتی که ما در دنیا داریم. یک ظرفیتی الله تعالی به ما داده در این دنیا، انشاءالله به بهشت که رفتیم اونجا یک ظرفیت دیگری الله به ما میده. در اونجا ممکن است، در اینجا ممکن نیست. ما صبح در تفسیر آیه خواندیم لا تدرکه الابصار، چشمها نمیتواند او را درک کند، او را احاطه کند، او را ببیند. این در همین دنیا هست. اما در آخرت چون ما نص داریم، ما هم آیه داریم هم حدیث داریم که ربمون را انشاءالله میبینیم. در قرآن ما خواندیم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. الله می فرماید چهره‌های در روز قیامت تر و تازه هستند و ربشان را تماشا می کنند. الی ربها ناظره، رب را بیننده هستند، رب را تماشا کننده هستند. پس قرآن صریح میگه رب را تماشا میکنیم. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، شما ربتون را میبینید همان گونه که ماه را در شب 14 میبینید، در بدر کامل میبینید. منظور اینه که انسانها در دیدن ماه به صف نیستند، شلوغ نیست، هیچ کس مزاحم دیگری نیست، همه شما این گونه رب را میبینید. کیفیتش را الله عزوجل میداند.
در بهشت انشاءالله همین جسمی که ما داریم، این جسم چنان لطافت دارد که از روح هم لطافتش بیشتر است. ظرفیتی که خدای عزوجل میدهد اون ظرفیت خیلی فرق میکند. چیزهای نعمتهایی که در بهشت بیان میشه با دنیا و اون چی که ما در دنیا باش مواجه هستیم اصلا قابل قیاس نیست. لذا از این احادیث و حدیث دیگری هست که رب همه نعمتها را به بندگان میده، میگه چیزی دیگه مونده؟ میگه نه خدایا چیزی نیست. الله عزوجل میفرماید یک چیز مونده و اون دیدار الله هست. وقتی که بهشتیان الله را میبینند کیفیتش را رب بهتر میداند. چنان لذت بخش است، چنان روح بخش و فرحت بخش است که همه میگویند خدا دیگه هیچ نمیخوایم، همه یکی. اما الله میفرماید نه، هفته یک بار در بهشت انشاءالله دیدار هست. بنابراین این همه احادیث و این آیه و یه آیه دیگری هست که الله میفرماید للذین احسنوا الحسنى و زیاده، آنانی که در دنیا با اخلاص باشند، الحسنى برای اونها بهشت است و زیادتون اضافه از بهشت چیزی دیگه هم هست که اکثر مفسران میگویند زیاده تفسیرش یعنی دیدار الله. لذا این همه آیات و حدیث بیانگر این هستند که در بهشت دیدار رب هست، ملاقات الله هست، عاشقان میبینند. لذا الله عزوجل میفرماید موسی توبه کرد و گفت انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم به این که نمیشه تو را دید. اکنون الله عزوجل چون این هدف موسی کامل نشد، اون چیزی که موسی شد میخواست برآورده نشد، لذا الله تعالی تسلی میده کلیم خودش را، ازاله حزن میفرماید، غمش را دور میکند. میگه موسی ببین من نعمت زیادی بر تو عنایت کردم، به تو ارزانی داشتم، همینها را بگیر و برو. اون چه نعمتی هست؟ یکی که تو را رسول خودم قرار دادم، دیگه تو را منتخب و مصطفی قرار دادم، اصطفیتک، گلچین کردن تو را، دیگه اینکه با تو هم کلام شدم. با هر کسی خدا هم کلام نمیشه، با تو هم کلام شدم، اینا امتیاز هستن، بس همینا را بگیر. قال یا موسی انی اصطفیتک، الله فرمود ای موسی انی اصطفیتک، من تو را انتخاب کردم، علی الناس، بر مردم، یعنی تو را برگزیدم، گلچین کردم، برسالاتی، به رسالت من یعنی رسول من قرار گرفتی، پیامبر من قرار گرفتی، و بکلامی، و بکلام من، با من این شرف کلام را حاصل کردی. لذا موسی فخذ ما آتیتک، بگیر آنچه که به تو دادم. تفسیر قرطبی نوشته اقنع بما آتیتک، هرچی به دادم قانع باش دیگه بسه. انسان حریص است بر دیدار الله دیگه، قطعا این یک آرزوی بزرگی بر دل موسی ماند که الله عزوجل چنین تسلیش میده، چنین غمش را دور میکند. فخذ ما آتیتک، بگیر ای موسی آنچه که من به تو دادم، و کن من الشاکرین، از شاکرین باش، سپاسگزاران باش، برو شکر کن بر همین نعمت ها، برو و الان به قومت برس. و کتبنا له فی الالواح، الله عزوجل در این آیه فضیلت تورات را بیان می فرماید، چه کتابی بهش دادیم. در این الواح می فرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة، الله می فرماید موعظه هر چیز را، پند و اندرز هر چیز را ما نوشته بودیم، و تفصیلا لکل شیء، تفصیل هر چیز را، تفصیل هر چیز منظور هر چیزی که در دنیاست، مفصلش را در تورات ننوشته،
هر چیزی که نیاز بود. بنویسید استغراق اضافی، استغراق حقیقی نیست. همه چیزها را در تورات ننوشته بود، هر چیزی که ضروری بود، نیاز به اونها بود. لذا ای موسی فخذها بقوت، با قوت بگیر. با قوت یعنی با همت، سستی نشان مد. وحی الهی را، کتاب خدا را انسان باید با قوت بگیرد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. به یحیی هم گفته شد که کتاب را یعنی انجیل را با قوت بگیر. به موسی هم میگه تورات را با همت قوی باش. وامر قومک، قومت را هم دستور بده که یأخذوا باحسنها، احکام زیبایش را بگیرد. احسن قید اتفاقی است، یعنی احکام زیبا، احکام جالبی که در این هست بگیر. سأریکم دار الفاسقین. اینجا خدای عزوجل یه وعده دیگه به بنی اسرائیل میده که اگر شما به تورات خوب عمل کردید، ان قریب من شما را نشان میدهم دار فاسقین را. دار فاسقین یا مصر بعضی گفتن، یا عمالقه که بیت المقدس را فتح کرده بودند. منظور اینه که اونها را از اونجا میرانم، بیرون میکنم و شما را حاکم میگردانم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. همیشه در مقابل کتاب خدا، وحی خدا، کسی میتونه که استفاده ببره که انابت داشته باشه، ضد داشته نباشه، تواضع داشته باشه، تکبر داشته نباشه. لذا الله عزوجل محرومین از هدایت را اینجا راهنمایی میکنند. کسانی که دارای این صفات باشند اونها بهره نمیبرند. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. الله میفرماید میگردانم از آیات من، یعنی منحرف میکنم، منصرف میکنم از آیات خودم. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کسانی که تکبر میکنن در زمین بنا حق. آیا تکبر به حق هم داریم؟ بله، تکبر به حق مال اون متکبری است که حق او هست و اون فقط الله است. بقیه هرچه تکبرن تکبر بنا حق است. فإن التكبر انما حق الله تعالى فمن تكبر ممن دونه يكون بغیر الحق. تکبر حق خداست، هر کسی تکبر کرد تکبر بنا حق است، بغیر حق است. پس اونهایی که بغیر حق تکبر میکنند اونها از آیات من بهره نمیگیرند، مستفید نمیشوند، محروم میمانند و اونها بر دلشان مهر جباریت میخورد، مهر محرومیت میخورد. و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، هر آیه را ببینند ایمان نمی آورند. هر نشانی، دیروز خواندیم فرعون بر اونها طوفان آمد، جراد، قمل، ضفادع، دم، اینا همه هر یک آیات مفصلات بودند، همه اینها دلیل بودند، ایمان نیاوردند. چون وقتی که مهر محرومیت و جباریت بخورد دیگه محروم. و این یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر راه گمراهی را ببینند اون را به عنوان راه میگیرند. ذلك بانهم كذبوا آیاتنا و كانوا عنها غافلین. علت محرومیت را الله میفرماید یک، تکذیب آیات من، دو، غفلت از آیات، توجه نکردن به آیات، بی پروایی نشان دادن نسبت به آیات. اینها از آیات بهره نمیگیرند. همیشه وقتی که آیات خدا خوانده میشه، آیات خدا گفته میشه، باید با توجه کرد، التفات کرد، سبب هدایت ما میشه. لذا تخویف اخروی اینهایی که کفر کردند، آیات را تکذیب کردند، هر چه عمل داشته باشن عملشون هم برباده، عملشون ضایع هست.
والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، آنانی که تکذیب کنند آیات ما را و ملاقات آخرت را اعمالشان برباد. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اینها پاداش داده نمیشوند مگر آنچه که عمل کردند، یعنی ناشاکری، ناسپاسی، پاداش ناشاکری که عذاب است. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا. ادامه داستان. دومین کفران بنی اسرائیل. اولین کفران اون بود که اونها گوساله پرستی را دیدند و گفتم برای ما چنین خدایی باشد. دوم این که موسی که رفت سامری بدبخت اینها را گمراه کرد. ببینید پیغمبر خدا چه زجری کشید، از ابتدا تا پایان همهش با این قوم درگیر بود و با این قوم پریشان. لذا موسی علیه السلام رفته کتاب هدایت را بیارد. سامری لعین اینجا از زیورالات و طلا و نقرجاتی که داشتند اینها را ذوب کرد، با یک فنفوتی که بلد بود، مهارتی که داشت، شکل گوساله را اینها را ذوب کرد و گوساله طلایی درست کرد و بعد کاری کرد که این گوساله صدا داشته باشد. بعدن گفت که موسی رفته اشتباهی، موسی اونجا رفته خدا اینجا آمده، این خدا، این پرستش بکنید. لذا قوم شروع کردند به پرستش گوساله. اولا در رابطه با صدایش عرض کنم که له خوار، این صدا دلیلش چی بود؟ بعضی از مفسران گفتند که این چیز خاصی نبود، به شکلی درست کرد که از یک جهت هوا، وقتی که هوا و باد بهش میخورد اصابت میکرد، یک قسمتی دیگه سوراخی بود که از اونجا این هوا خارج میشد، صدای به صورت طبیعی هست. مثالی که گفتن مثل این که گفتن یک ظرفی باشد در دست ما در بیابان باشد، مثل آفتابه که در دست شما گاهی در بیابان است، هوا میوزد، از یک طرف هوا میزند، از طرف دیگه اگر آب کمی کمتر داشته باشد از طرف دیگه هوا خارج میشه و سوت میکشد. لذا چنین درست کرد سامری، سوت میکشید، صدا میداد. قرآن گفته له خوار، فقط صدا داشت. اما بعضی دیگه مفسران معتقدن که نه، این یک چیز عجیبی درست کرده بود، فوق‌العاده بود، معمولی نبود. از کجا؟ در قرآن داریم که موسی علیه السلام به سامری وقتی که او را سرزنش کرد، او را توبیخ کرد، گفت از کجا این کار را کردی؟ سامری گفت وقتی که جبرائیل آمد، جبرائیل امین آمد، یا در زمان عبور شدن از دریای قلزم، اونجا جبرائیل با اسب آمد پیش موسی علیه السلام و وقتی که جبرائیل رفت اون جای پای اسبش را بقیه ندیدن، سامری میدید. خدا میخواست امتحان بکنه، هر جا که پا را میگذاشت اونجا سبزی میروید، اونجا علف میروید. سامری متوجه شد که در این خاک حیات است، اون خاک را برداشت و با خود نگه داشت و اینجا که گوساله را درست کرد از اون خاک استفاده کرد تا در گوساله نوعی حیات باشد، اما حیات نبود، همین صدا بود. میگه که انی قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی. سامری به موسی گفت من یک مشت خاک برداشتم از اثر پای اسب پیغمبر، رسول فرستاده یعنی جبرائیل، و كذلك سولت لی نفسی، نفسم به من اینو گفت، این در نظرم
خوب آمد. به هر حال راهنمایی شیطان بود، سامری این کار را کرد. الله عزوجل می فرماید این چه معبودی است که فقط صدا دارد، چرا کلام نمی کند، چرا صحبت نمی کند با اینها، چرا جوابشون نمیده؟ لذا الله می فرماید واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم، قوم موسی بعد از موسی گرفت من حلیهم از زیورالات عجلا جسدا گوساله، جسد گوساله. شیخ عبدالقادر گفته این بیان برای بیان حقارت است، یعنی یک جسد بی ارزش، له خوار، برای اون جسد صدایی بود. الله می فرماید الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا اینها نمی بینند که اون گوساله با اینها کلام نمی کند و اینها را راهنمایی نمی کند؟ اتخذوه و کانوا ظالمین، آن را اله گرفتند و ظالم بودند. ظالمین یعنی مشرکین، شرک کردند دیگه. ظلم شرکی کی هست؟ شرک کردند، با خدا شریک گرفتند. موسی علیه السلام آمد و موسی بسیار عصبانی بود، پیغمبر جلالی هم بود. بعد از اینکه جلالی بود یک عمر زحمت کشیده، این قوم بدبخت را از چه مهلکه نجات داده، از شرک به توحید راهنمایی کرده، باز از دست فرعون نجات داده، آورده اینجا کلام خدا را برایشون بیاره تا به کلام خدا عمل کنند. الان گوساله پرستی را شروع کردن، تمام زحمات موسی ضایع. موسی دیگه خیلی برایش سنگین تمام میشه. موسی علیه السلام آمد تند برخورد کرد، هم با قوم تند سخن گفت، هم با هارون برادرش تند سخن گفت، هم با سامری. الله عزوجل می فرماید وقتی که موسی آمد و تبلیغ کرد قوم پشیمان شد. ولما سقط فی ایدیهم، سقط فی ایدیهم از نظر معنا میشه در دستشون انداخته شد، اما این یک اصطلاح عربی هست به معنی ندامت، به معنی پشیمانی. ولما سقط فی ایدیهم یعنی وقتی که پشیمان شدند، نادم شدند. و رأوا انهم قد ضلوا، رأوا علموا، یقین کردن که ما گمراه شدیم، بدبخت شدیم، مشرک شدیم. الان معذرت خواهی میکنن. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا، اگر بر ما رحم نکند رب ما، پروردگار ما، و اگر ما را نبخشد لنکونن من الخاسرین، ما حتما از زیانکاران میشیم، ما ضرر میکنیم. موسی، غیرت موسی را نگاه کن. موسی علیه السلام وقتی که آمد غضبناک بود، عصبانی بود. الله تعالی می فرماید ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، وقتی که موسی آمد پیش قومش، از کجا موسی متوجه شد؟ خدای عزوجل در طور بهش گفت که کتاب را بگیر برو که قومت آلوده شد به شرک، برو که قوم گوساله پرستی را شروع کرد. لذا غضبان بود و متاسف بود، جوش میزد بر این قوم. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، ای قوم پشت سر من کار بسیار بدی کردید بعد از من. اعجلتم امر ربکم، آیا شما عجله کردید در امر پروردگارتان؟ و القى الالواح، قرآن میگه القى الالواح، الواحی که بر اونها تورات نوشته بود، تخته هایی که تورات نوشته بود اونها را انداخت. اصلش مفسرین میگویند که انداخت قرآن تعبیر کرده، ولی شاید یک پیغمبری که کلام خدا را و قدر کلام خدا را میداند برای اون بعید باشد که بیندازد. به این خاطر اینجا توجیه میکنند، میگویند که
بی اختیار افتاد. وقتی که انسان خیلی عصبانی بشه، ناراحت بشه، دست و پاش بلرزه، هرچی دستش باشه میفته. و القى الالواح رضا تفسیر میکنند که افتاد الواح از دستش. چنانچه علامه آلوسی نوشته والصواب ان یقال انه علیه السلام، درستر این است که بگوییم موسی علیه السلام لفرط حمیته الدینیه، بخاطر اینکه غیرت دینی زیاد داشت، و شدید غضبه لله تعالی، و از بس که بخاطر خدا در حالت غضب بود، لم یتمالک، نتوانست کنترل کند خودش را، ان وقعت الالواح من یده بدون اختیاری، تا اینکه تختهای تورات و نسخه تورات بدون اختیار از دستش افتاد. لذا انداخت، تفسیر نکنیم، افتاد از دستش. و اخذ برأس اخیه یجره الیه، سر برادرش را، موی سرش را گرفت و کشید به طرف خودش، عتابا او را سرزنش کرد. از آیه دوم معلوم میشه که یک دست موسی به سرش بود و یک دست دیگه به ریش هارون بود، چون که اونجا هست هارون گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ای فرزند مادر سر من و ریش من نگیر، حرف من گوش کن، من کوتاهی نکردم. موسی علیه السلام چون که هارون علیه السلام را مسئول میدانست و معتقد بود که باید هارون جلوگیری میکرد، جلوشون را میگرفت، ولی وقتی که هارون برایش تعریف کرد، موسی از جانب هارون مطمئن شد که هارون کوتاهی نکرده. هارون به اندازه‌ای جلوی قوم ایستاد، به اندازه‌ای تند رفت، به اندازه من کرد اونها را که میخواستن هارون بکشند. دیگه آخر خطر جان هارون بود. و کادو یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشند. لذا آخر هارون دید که فایده نداره، اینها تصمیم خودشون را گرفتند. پس هارون در تبلیغ کوتاهی نکرد. الله می فرماید و اخذ برأس اخیه یجره الیه، سر برادرش را گرفت و می کشید به طرف خودش. قال ابن ام، گفت ای فرزند مادر، ان القوم استضعفونی، قوم مرا ضعیف، یعنی بنی اسرائیل مرا ضعیف پنداشت، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشد. لذا تو هم با من کاری نکن که دشمن شاد بشه. فلا تشمت بی الاعداء، یعنی دشمنان را شاد نکن، نخندان به سبب من. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مرا در قوم ظالم قرار نده، من از او ظالم ها نیستم، من جدا، من کارم را کردم، من تبلیغ کردم. موسی علیه السلام متوجه شد که هارون وظیفهش را انجام داد، الان برای خود و برادرش از الله معذرت خواهی می کند. قال رب اغفر لی ولاخی، ای الله مرا ببخش که تند رفتم، ولاخی و برادرم را ببخش، و ادخلنا فی رحمتک، ما را در رحمت خاصت قرار بده، و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هستی، تو دعا را اجابت میکنی، دعا را قبول میکنی. لذا بعد از اینکه موسی علیه السلام آرام گرفت، الله عزوجل فرمود که سزای جزا و کیفر این ناسپاسی، این شرک، این گوساله پرستی ذلت خواهد بود در دنیا، و خدای عزوجل اونها را مؤاخذه می کند یا اینکه توبه بکنند. الله می فرماید ان الذين اتخذوا العجل، بدون شک کسانی که گرفتن گوساله را اله، اتخذوا العجل الها، همیشه مفعول دوم مقدر است.
سینالهم غضب من ربهم، ان قریب غضبی از جانب رب آنها را میگیرد، و ذلت فی الحیات الدنیا، و ذلتی در زندگی دنیا آنها را میگیرد. و کذالک نجزی المفترین، الله سنت الله را بیان میفرماید که سنت الهی و روش الهی این است که ما کسانی که بر ما افترا بگویند این چنین به کیفر اعمالشان میرسانیم. اما اگر توبه بکنند الله ترغیب به توبه میده. والذین عملوا السیئات، کسانی که عمل سیء انجام بدند. ببین وقتی که خدا توبه گوساله پرستی را میپذیرد، توبه گناهان دیگر را هم میپذیرد. ثم تابوا من بعدها و آمنوا، سپس بعد از آن توبه کنند، ایمان بیاورند، مجدد ایمان، دیگه از دایره ایمان خارج شد با شرک. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، همانا پروردگار بعد از اون غفور و رحیم بخشاینده و مهربان است. خلاصه موسی علیه السلام منتظر ماند که درباره اونها حکم صادر بشه. بعدن حکم صادر شد، خدای عزوجل دستور دادن توبهشان فقط قتل است، کشته بشند. اونی که گوساله پرستی نکرده شمشیر برداره بزند سر اونو که کرده و انجام داده. لذا به این صورت الله عزوجل اونها که تمرد می کردند، هرچی خدا نعمت میداد نافرمانی میکردند، خدای عزوجل هم احکام اونها را سخت کرد. ولی قربان رب العالمین بریم که ما هر گناهی بکنیم برای ما خدای عزوجل نگفته که کفارت اینه کشته بشی، حتی کفارت اینه که از این گناه، کفارت اینه که این همه سال فلان مشقت را، فلان رنج را ببینی. فقط اینه که از اعماق دل، از ته دل توبه کن، خدا می بخشد. الله تعالی هر جای قرآن تشویق فرموده به سوی توبه. لذا برای اونها تورات را الان موسی تشریح کرد. ولما سکت عن موسی الغضب، وقتی که غضب موسی، خشم موسی فروکش کرد، ساکت شد یعنی فروکش کرد، پایین آمد. اخذ الواح تورات را و تخته های تورات را و نسخه تورات را گرفت. و فی نسختها، الله فضیلت تورات را بیان می فرماید، در اون نسخه تورات هدن هدایت بود و رحمتا رحمت بود. هدن علما و رحمتا عملا، یعنی کسی میخواست راه را بدوند هدایت بود و کسی میخواست که عمل بکند بر اون رحمت بود برش. اما برای چه کسانی؟ للذین هم لربهم یرهبون، یعنی مستفیدین، کسانی که برای پروردگار و از پروردگار می ترسند. یرهبون یعنی یخافون، کسانی که می ترسند، برای اونها هدایت و رحمت بود. حال در اینجا یک واقعه دیگری اشاره می کند. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، موسی 70 نفر را برای میقات و موعد ما تعیین کرد. این 70 نفر چرا تعیین شدند؟ دو قول داریم در این باره. قول اول اینه که 70 نفر که عبادت نکرده بودن گوساله را، اینها را موسی علیه السلام برای معذرت خواهی به کوه تور برد. اینها رفتند اونجا که عذرخواهی بکنند و از طرف قوم، به نمایندگی از قوم بگویند که قوم اشتباه کرد. اینا مختار بودند، یعنی برگزیده ها بودند، بهترین ها بودند. وقتی که اونجا رفتند، اونطوری که در روایات هست، یه ابر سفیدی بود که همه از زمین تا آسمان همه جا را گرفته بود. موسی گفت وارد این ابر بشید و به سجده بیفتید و معذرت خواهی بکنید. اینها اونجا رفتند و به سجده افتادند، عذرخواهی کردند و با رب هم کلام شدند. خدای عزوجل هم با اونها سخن گفت. پس برای معذرت خواهی آمده بودند.
سخن دوم و قول دوم که شما در سوره بقره خواندید اینه که بعد از این که تورات نازل شد، بنی اسرائیل در این که واقعا کتاب خدا هست با موسی علیه السلام بحث کردند و نپذیرفتند. گفتم ما خودمون باید بشنویم خدا به ما بگه که این کلام من است. موسی علیه السلام گفت خب نماینده تعیین کنید. 70 نفر نماینده تعیین کردند. بعضی گفته اینا همون 70 نماینده هستند. اینا رفتند اونجا که رفتند همون حالت وارد ابر شدند. خدای عزوجل با اونها کلام کرد، گفت که این کتاب من است، این هدایت و رحمت است، در این دنیا زندگیتون خوب میشه، در اون دنیا زندگیتون خوب میشه، قبول کنید. اینها وقتی که کلام خدا را شنیدند گفتم موسی ما قبول نمی کنیم تا وقتی خدا را نبینیم. انکار کردند. الله عزوجل به خشم و غضب آمد که این امتیازی که به اینها داده به هیچ یک از انسانها نداده بود، نه قبل از اونها نه بعد از اونها. لذا الله عزوجل از بالا صاعقه فرستاد یا از پایین زلزله باعث شد که همه اینها در جا مردند. این 70 نفر سرید شدند، کشته شدند. موسی علیه السلام پریشان شد، گفت خدایا تو این قوم را میشناسی، الان که من پیششان برم میگویند که نماینده های ما را، بهترین های ما را بردی کشتی، اون وقت کلام تو را قبول نمی کنند، اونا بر میگردند کفر میکنند. خدایا از تو میخواهم التجا میکنم اینها را دوباره زنده کن. الله عزوجل دوباره زنده کرد. اینها آمدن اینجا به قوم گفتند بله کلام خداست. اما در تفسیرها نوشته یه چیزی اضافه کردن، گفتن خدا اختیار داده، هر کسی تونست عمل کنه، هر کسی نتونست عمل نکنه. آخر وقتی که احکام تورات را نگاه کردن گفتن که مشکله، سخته، ما عمل نمی کنیم. اینجا بود که خدای عزوجل کوه تور را که باز هم در آیات بعدی میخوانیم، کوه تور را بلند کرد. و اذ نتقنا الجبل فوقهم، ما تور را از ریشه برداشتیم بالای سر قرار دادیم، کانه ذلت مثل سایه بود. خدا گفت عمل میکنی یا لهتون بکنم زیر این کوه. بعدا همه توبه کردن، به سجده افتادن، گفتن ما عمل میکنیم. خب این ادامه این قوم ناسپاس هست. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اختیار کرد موسی از قومش 70 نفر برای موعد ما. فلما اخذتهم الرجفه، زمانی که رجفه زلزله آنها را گرفت، آنها نابود شدن به سبب عذاب الهی. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، موسی گفت بار الها اگر میخواستی هلاک میکردی قبل از این اینها را و مرا، قبل از این ما را میکشتی بالغرق او بفرعون، همونجا غرق میکردی، همونجا با فرعون میمردیم. ولی اینجا نه، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، بار الها آیا ما را هلاک میکنی به اونچه که این احمقها، این بی عقلها انجام دادند. ان هی الا فتنتک، نیست این مگر ابتلاء تو، امتحان تو. تضل من تشاء بها من تشاء، تو گمراه میکنی به وسیله این، به وسیله امتحان هر کسی را که بخواهی. و تهدی من تشاء، و هدایت میکنی هر کسی را میخواهی. لذا بار الها انت ولینا، تو هستی ولی ما، تو هستی حامی ما در دین دنیا. فاغفر لنا، ما را ببخش، وارحمنا، بر ما رحم کن، و انت خیر الغافرین، تو بهترین بخشاینده هستی. لذا ببخش و از کوتاهی اینها درگذر باش. و باز دعای موسی هنوز ادامه دارد. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، برای ما در این دنیا هم نیکی بنویس، یعنی
ثواب بنویس، دخول بهشت بنویس. و فی الاخرة انا هدنا الیک، و در آخرت هم بنویس. در این دنیا حسنه بنویس، حسنه دنیا بنویس ایمان و طاعت، حسنه آخرت بهشت و ثواب آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بعضی همین تفسیر کردن که در دنیا به ما حسنه بده، یعنی ایمان و طاعت بده، توفیق بده. و فی الاخرت حسنه، بهشت و ثواب بده. علی ای حال در دنیا هم برای ما حسنه بنویس، ایمان و طاعت بنویس، در آخرت هم بنویس. انا هدنا الیک، ای انا تبنا الیک، خدایا ما توبه میکنیم، ما رجوع میکنیم، دیگه از این اشتباهات نمیکنیم، بار دیگر اینها را زنده بگردان. الله عزوجل دعای کلیمش را پذیرفت، این قوم دوباره زنده شدند، الله تعالی اونها را فرستاد. اما خدای عزوجل فرمود که یک قانون بیان کرد، قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. سبحان الله، اینجا الله عزوجل هم درباره عذابش صحبت می کند، هم درباره رحمتش صحبت می کند. فرق را شما ببینید، جمله بندی را ببینید چه تفاوتی دارد. عذابی اصیب به من اشاء، عذاب من به عذابم مبتلا می کنم کسی را که بخواهم. فی بعض الاحیان، در بعضی از اوقات، در بعضی اوقات هر کس را بخواهم معلوم میشه که همه را عذاب نمیدم. اما و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من در بر گرفته هر چیز را، یعنی رحمت الله بی پایان است. رحمت الله چی هست؟ احاطت من البر والفاجر والمؤمن والکافر. در دنیا میبینی نیک، بد، مؤمن، کافر، مشرک، منافق، همه از رحمت خدا استفاده میکنند، همه نان میخورند، همه رزق روزی، همه سلامتی، همه تندرستی، همه امکانات. پس وسعت کل شیء، تفسیر قرطبی گفته عموم العین لا نهایت له، من دخل فیها لم تعجز منه. رحمت من چنان هست که نهایت ندارد، هر کسی وارد رحمت بشه دیگه پایان ندارد، عاجز نمیشه. اما این رحمت را برای چه کسانی نوشتم؟ شرایط رحمت، البته این شرایط رحمت خاصه هست. یک رحمت عامه هست، خدا به هر کس نان میده، به هر کس زندگی و حیات میده. رحمت خاصه الله می فرماید فساکتبها للذین یتقون، می نویسم رحمتم را برای کسانی که یتقون، تقوا. یتقون اینجا به معنای پرهیز کردن است، تقوا هم معنیش پرهیز کردن است. پرهیز بکنه از شرک، از کفر، از معاصی. هر کسی که از گناه خودش را دور بکند رحمت من مالی او. و یؤتون الزکات، زکات بدهند، چون بنی اسرائیل و یهود بخیل ترین قوم عالم است. زکات برای اونها مثل کوهی بود، زکات نمی دادند. لذا الله می فرماید کسانی که زکات بدهند. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کسانی که به آیات ما ایمان داشته باشند. سه عمل اینجا هست، یکی عمل قلب هست، یکی عقیده هست، یکی عمل جوارح هست. والذین هم بآیاتنا یؤمنون اصلاح عقیده هست، نسبت به آیات خدا ایمان درست، همونطور که خدا گفته خدا را قبول داشته باش. دوم و یؤتون الزکات، این عمل با جوارح هست. سوم یتقون، عمل با قلب هست. اما الله عزوجل بعداً سخن را به سوی نبی امی می آورد، به طرف پیغمبر، چون که روی سخن با دیان عصر پیغمبر بود. لذا این رحمت من برای چه کسانی نوشته میشه؟ ما به موسی هم گفتیم
کسانی که با تقوا باشند، از شرک و کفر و گناه دوری بکنند. 2 کسانی که زکات بدند، حقوق مالی را ادا بکنند. 3 کسانی که به من ایمان بیاورند. الذين يتبعون الرسول النبی الامی، آنانی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی بکنند، آنانی که اتباع بکنند. یعنی در این زمان رحمت من شامل اونایی میشه ای یهود، اونایی که اتباع بکنن رسولی که نبی خداست و الامی، امی هست. امی معنیش چی هست؟ 2 معنی برای امی ذکر کردن. یکی امی میگوین یعنی عامی، امی یعنی درس نخوانده، بی سواد، به مکتب نرفته. این لقب رسول الله هست که امی هست، با وجود امی هست چنان کلامی را به جهانیان رسانید. پس این دلیل نبوت و پیغمبریش هست. بعضی دیگه میگن امی منسوب است به ام القرى. نام مکه مکرمه چیه؟ ام القرى. امی یعنی مکی، اهل مکه، ساکن مکه. ما را مثلا میگن زاهدانی. امی به معنی مکی، اهل مکه، اهل ام القرى. علی ای حال، آنانی که پیروی میکنند از رسول نبی امی به مکتب نرفته یا اهل مکه، الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، آن نبی امی که میابند آن نبی را نوشته شده نزدشان در تورات و انجیل. آن نبی فریضه رسول الله، آن نبی که یأمرهم بالمعروف، امر میکنند آنان را بالمعروف، و ینهاهم عن المنکر، آنان را از کار بد باز می‌دارد. و آن نبی که و یحل لهم الطیبات، مالهای پاکیزه را برایشان حلال میکند. و یحرم علیهم الخبائث، و حرام میکند بر آنان خبائث را. و یضع عنهم اسرهم، بر می‌دارد از آنان اسرهم، بار را. بار یعنی احکام شدیده را بنویسید. والاغلال التي كانت عليهم، و توقهایی که بر آنان بود، یعنی تکالیف شدیده فی التورات. ببینید این پیغمبر آمد، پیغمبر رحمت بود، همه کارهای سخت را بر می داشت از یهود، اما یهود ناشاکر بودند. مثلا در دین یهود بعضی از تکالیف شدیده را عرض بکنم. در دین یهود هر کسی گناه کبیره می کرد، توبه دیگه نبود بغیر از قتل، بغیر از کشته شدن. اما این نبی آمد با شریعت جدید، این مسئله آسان شد. در دین یهود اگر بدن جای نجس می شد، راهی برای پاکی نبود. لباس اگر نجس می شد، راهی برای پاکی نبود، با آب شسته نمی شد، مگر باید قیچی می شد، قطع می شد و نجاست دور انداخته می شد. اما این مسئله با آمدن این نبی حل شد. در دین یهود گوشت شتر و همچنین چربی های گوسفند، چربی های داخل شکم و بسیاری از پرندگانی که پنجه داشتند، اینها حرام بود. اما با آمدن این نبی همه اینها حلال شد. پس این پیغمبر آمده تمام طوقها را، تمام زنجیرها را، تمام بارهای سنگین را از اونها بر می دارد. لذا رحمت من در صورت شامل شما میشه که شما بیایید پیرو این نبی امی باشید. الان الله عزوجل رمز موفقیت را بیان میفرماد. این هم برای یهودیان است، هم برای ما هست. 4 چیز اینجا خدا بیان فرموده. 4 چیز اگر داشته باشیم رستگاریم. همین 4 چیز کل دین هست. فالذین آمنوا به، آنانی که ایمان بیاورند به این نبی امی. اولین چیز ایمان. دوم وعزروه، و او را احترام بگذارند، محبت بکنند. رسول الله را از خودشون، از پدرشون، از قوم و قبیلهشون بیشتر دوست داشته باشند. هیچ وقت هیچ یکی از شما مؤمن نمی توانید باشید حتی که من محمد
محبوب تر باشم از مالش، حب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، از پدرش، از فرزندش، از همه مردم. لذا دومین چیز عزروه، محبت، احترام. محبت رسول الله ما را نجات میده. هر اندازه که عشق بیشتر باشد، محبت بیشتر باشد، و محبت با درود شریف، همیشه درود بخوانیم محبت بیشتر میشه، شوق و علاقه بیشتر میشه. و سوم و نصروه، و او را یاری کنند، اونهایی که او را یاری کنند، دینش را منظور، نهضتش را، مسیرش را یاری کردن. در زمان رسول الله خوشا به حال صحابه در اون زمان بودند، با مال و جان یاری کردند، شمشیر برداشتند، در کنار رسول الله بودند، مال هر چی داشتند تقدیم می کردند. عثمان با 300 تا شتر، یک روزی با 700 تا شتر، عبدالرحمن ابن عوف با 100 تا شتر، بقیه صحابه هر کسی به قدر وسع خودش، ابوبکر صدیق با تمام سرمایه‌ای که دارد، عمر فاروق با نصف سرمایه، هر یکی به نوعی یاری می کند و همه اینها هم یکی بعد از دیگری اکثرشون شهید می شوند در راه رسول الله و به خاطر اهداف رسول الله. لذا یاری ما هم اینه که ما هم با مال و با جان از دین رسول الله، از تعلیم رسول الله، از پیام رسول الله، از تبلیغ رسول الله حمایت کنیم. دو چیز، یکی تعلیم، یکی تبلیغ، این دوتا را حمایت کنید. در تبلیغ هم یادگیری سنت رسول الله است، در تبلیغ هم نشر سنت های رسول الله است، نشر پیام رسول الله است، انسانها را با توحید آشنا کردن، انسانها را به سوی نماز فراخواندن، انسانها را از منکر فاصله دادن. در تعلیم هم تعلیم قرآن است، تعلیم سنت رسول الله است. رسول الله میفرماید بعثت معلما، من به عنوان یک معلم فرستاده شدم. لذا از این دو قشر حمایت کنید. کسانی که تعلیم، در راه تعلیم قدم برداشتند، کسانی که در راه تبلیغ، هر نوع حمایت. بهترین حمایت جانی است. خودتون برید تشکیل بشید، یاد بگیرید، بخونید، نشر کنید، این حمایت است. یا اینکه با مال حمایت کنید، همونطور که صحابه هم با مال حمایت کرده، هم با جان حمایت کرد. لذا الله می فرماید سومین چیز، اونایی که میخوان رحمت خدا شامل حالشون بشه، و نصروه، و او را یاری کنند، واتبعوا النور الذی انزل معه. چهارمین چیز، کسانی که پیروی کنند نور را، آن نوری که نازل شده همراه رسول الله، یعنی آنانی که پیروی کنند قرآن را، به قرآن عمل کنند. به قرآن عمل کن میشه همونی که خدا گفته. اینهایی که این صفات را دارند چی؟ اولئک هم المفلحون. الله میفرماید اینا رستگارند، اینا کامیابند. پس اگر کامیابی میخواهیم، قرآن ما را راهنمایی کرده. این چهار چیز، اینها کامیابی، اینها موفقیت. ایمان به رسول الله، محبت و تعظیم رسول الله، یاری دین رسول الله، پیروی از کتاب رسول الله. قدم به قدم عمل کن بر اون. ببین قرآن چه میگه، چه عقیده ای از تو میخواد، چه عملی، چه نمازی از تو میخواد، چه خشوعی، چه خضوعی، چه زکاتی، چه صدقی از تو میخواد. مالت را چگونه مصرف کن، جانت را چگونه در راه الله عزوجل تقدیم کن. لذا به این عمل کن. اولئک هم المفلحون. قل یا ایها الناس. بعد از این هنوز ادامه دارد، در وسط بحث رسول الله آمد. لذا الله تعالی به یهودی ها گفت که رحمت من شامل حال شما میشه، به تورات عمل کنید، بیایید به پای محمد رسول الله خادم او بشید، بیایید بیعت کنید، مرید بشید، بیایید این چهار چیز را در زندگی خودتون احیا کنید.
حال به پیغمبر میگه. شاید کسی بگه که خب این پیغمبر مال قریشی هاست، این پیغمبر مال مکه، این پیغمبر مال سرزمین حجازه، یهود متعلق به شام هستند. الله عزوجل اینجا اعلامی میفرماید که از این اعلام عمومیت بعثت رسول الله، یعنی اینکه برای همه عالمیان مبعوث شده، نه فقط برای اهل مکه، نه فقط برای قریش. لذا این اعلام را بکن که تو متعلق به عرب نیستی، تو مال عرب و عجمی، تو مال سیاه و سفیدی، مال همه نژادها هستی. قل یا ایها الناس، اعلام کن ای رسول الله، بگو ای مردم، انی رسول الله الیکم، من رسول الله هستم به سوی شما. ابن کثیر اینجا گفته خطاب للاسود والاحمر والعرب والعجم، خطاب به سیاه و سفید، به عرب و عجم. من رسول همه شما هستم، به سوی همه شما فرستاده شدم. الذي له ملك السماوات والارض، همان اللهی که پادشاهی آسمان ها و زمین، ملک آسمان ها و زمین مال او هست. همان اللهی که لا اله الا هو، بجز او هیچ معبودی لایق پرستش، لایق عبادت نیست. همان معبودی که یحیی و یمیت، زنده می کند، می میراند. ببینید این صفات اله هستند، صفات معبود هستند. اونی که موت و حیات به دستش باشد، اونی که زمین و آسمان در اختیار قدرتش باشد. این انسانهایی که ما میخوانیم، افرادی که ما صدا میکنیم، اولیاء، صالحین، امامان، آیا اینها مالک زمین و آسمانند؟ آیا موت و حیات به دست اینها هستند؟ اگر هستند خب پس معبودند. اما اگر نیستند خودشون موت را چشیدند، خودشون حیات را دیدند، الله حیاتشون داد، موتشون داد. حتی به پیغمبر خودش میگه انک میت و انهم میتون، هم شما میمیرید هم اینها میمیرند و از این دنیا میروند. پس وقتی که اینها خودشون چشنده مرگ هستند، موت چگونه به دست اونهاست؟ زمین و آسمان چگونه به دست اونهاست؟ پس اینها نمیتوانند معبود باشند، نه انبیا، نه اولیا، نه صالحین، نه جن، نه فرشته. لذا اون الله هست که معبود شماست. لا اله الا هو، هیچ معبود لایق عبادت، هر نوع عبادت، چه عبادت جانی، چه عبادت مالی، چه عبادت زبانی، چه دعا، چه نیایش، بغیر از اون نیست. یحیی و یمیت. حال الله عزوجل اصول فوز را بیان می فرماید. فآمنوا بالله و رسوله، اصل اول ایمان به خدا یعنی توحید. فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیاورید به الله. اصل دوم ایمان بیاورید و رسوله، به رسول الله یعنی رسالت. کدوم رسول الله؟ النبی الامی، همان نبی امی، همان پیغمبر به مکتب نرفته. الذي یؤمن بالله و کلماته، همان پیغمبری که ایمان دارد به خدا و کلمات خدا، یعنی وحی خدا، کتابهای الهی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، صحف موسی، به همه ایمان دارد. واتبعوه لعلکم تهتدون، او را پیروی کنید قطعا شما هدایت میشید. اون پیغمبر را شما پیروی کنید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور،
بدلائل